از آغاز سال 2015 میلادی تا کنون 250,000 تن کشور را ترک کردند. دلیل مهاجرت افغان‌ها ناامنی‌ها، بیکاری و مشکلات اقتصادی خوانده می‌شود. شماری از شهروندان افغانستان که جهت رفتن به اروپا به شکل غیرقانونی خود را به کشورهای ترکیه و یونان رساندند. در یک سال گذشته شهروندان افغان بابت رفتن به اروپا بیش از 2.5 میلیارد دلار سیل پرداختند. مهاجرتی که از شمال آفریقا و خاورمیانه رو به مرزهای اتحادیه اروپا روان است پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه. هزاران مهاجر که صدها تن اینان شهروندان افغانستان هستند در مرز میان یونان و مقدونیه گیر ماندند. دریای مدیترانه روز جمعه بار دیگر شاهد غرق شدن قایق حامل مهاجران برخی از شهروندان کشور هنگام رفتن به اروپا برای دست یافتن به زندگی بهتر جانهایشان را از دست می‌دهند. بیش از 250,000 افغان به کشورهای افغانانی که بدون یک غیر قانونی می‌خواستند به ایران بروند مرزبانان ایرانی هم با گلولت پذیراییشان می‌کنند. پیام رادیویی اعلام وضعیت هشدار: مهاجران در حال غرق شدنند. سفر ما به خارج و آلمان رفتن ما از اونجایی شروع شد که چون مشکلات داخل جامعه ما زیاد هست، جوانان ما که بیشتر به کشورهای اروپایی سفر کردند دغدغه‌های شخصی که خودم شخصا دارم و به اون چیزی که می‌خوایم برسم، پول با دکتر، کرایه خونه ها خیلی برای ما سخت شده بود دیگه. اینا همه دست به دست هم داد که من قصدی داشته باشم تا تمام هست و نست زندگی خود به اینجا اینا رو میفروشن. برم یک جایی که واقعا در اونجا آرامش داشته باشم. 3 سال 4 سال طول میکشه تا ما بتونیم درس خود شروع کنم، یا شاید هم بیشتر، یا شاید هم اصلا نتونم بخونم. من حسینی نفهمیدم اینا متأثر از تبلیغات شدن خود از اینا، یک قسمت از اینا، و متاسفانه عده‌ای از این جوانان رو ما می‌بینیم که حتی خانه و کاشانه خودخوری اینا فروختن، حتی تمام دارایی خودخور صرف مصرف راه کردن. یک عده‌ای که برای کشور همسایه غربی ما و کشور جنوبی ایران و پاکستان اینا رفتن، خب اینا شاید مصارف گزافی نداشتن و اونا از قبل هم رفته بودن، اما جوانان ما که بیشتر به کشورهای اروپایی سفر کردن خب به شکل غیرقانونی اینا اکثریت از اینا سفر کردن. هر پروسه‌ای که به او مدرک قانونی وجود نداشته باشه وی از طریق قاچاقبر برن به کابل، برن از کابل میرن به روسیه، میرن از روسیه بالاخره باز اونا رو اونجا سازماندهی میکنه. قاچاقبر به چه قسم چقدر پولای هنگفتی از اینا میگیره، چقدر اینا سرگردانی میبینن، اینا هیچ گونه مدرکی ندارن. هر دقیقه و هر لحظه از نظر روحی تنش‌ها و اضطراب‌ها و پروبلم‌های روانی اینا مواجه هستن. از مرز ترکیه که میخواستیم رد بشیم به خود ترکیه برسیم، با قاچاقبری که ما صحبت کرده بودیم $1000 از ما پول گرفت، از یک نفر البته. 2 تا 3 تا ماشین بیام، ماشینا رو عوض کردم و خیلی هم همی کسی که دوباره قرار بود رانندگی کنه خیلی فوش میداد و میگفت زود باشین که کسی بفهمه ما دستگیر میکنن. ما و 2 تا بچه‌ام رو اسب بودیم، خیلی یک زمان کوتاه 10 دقیقه 20 دقیقه میگفت اسب دیگه نمیتونه بره پیاده شه. یک جای نشستیم، یک آتیشی روشن که قاچاقبر دیگه فکر کنم با پلیسای ترکیه هماهنگ کرده بودن که با ما چیزی نگه. برای ما به هر 24 ساعت 1 دونه نون میداد و 1 دونه بانجون رومی. یعنی غذایی بود که ما به طول 4 روز به هر 24 ساعت ما غذا می‌خوردیم. 3 ساعت 4 ساعت داخل یک جنگلی بودیم. لب آب خیلی هوای سردی بود. خیلی سرد بود، واقعیت که از شبای بعد از زندگی ما بود. اکثریت مردم کسانی هستند که بیکارن و به دلیل به دست آوردن کار و به دلیل به معیشت زندگی خود مجبور میشن مهاجر بشن و کشور خود ترک بکنن تا اینکه یک زندگی مرفه داشته باشن. سیل مهاجرت ها آن هم از قشر جوان به جانب کشورهای دیگه، به خصوص جوانایی که بعد از 16 سال تحصیل کشور ترک میکنن، طبیعتاً که یک ضایعه جبران ناپذیر هست و یک فشار دیگر بر شانه‌های جامعه افغانستان
ایجاد میکنه. ترپالایی که بر اون موتورها تلری بسته میکنن از امروز انداخته بود، همه امروز همون شیشته بودن دیگه، یعنی جای پا نبود که آدم درست بتونه پا خورده دراز بکنه. به ترکیه رسیده بودیم و از خوش بودیم که از دست سربازای ایرانی نجات پیدا کردیم، چون هم لطکوب داشتن هم تیراندازی ممکن بود به طرف ما اجرا بشه. یک لحظه صدا تیربارون آمد، خیلی وحشتناک بود. اصلا یک بعضی بود که انشالله هیچ کی اوت شوای اوت وقت دایر نبینه. بچه به طبقل خو کردم بشیشتم و مجردی که ماستم بشینم از پشت تیر بخورد به شکم اینا. خیلی سخت بود، خیلی وحشتناک بود. من که خدایی توان نداشتم دیگه، بفتاده بودم. همونتی که افتاده بودم دیگه خوربند داختم. من همونجا تخت سنگی بود، من پشت تخت سنگ پناه گرفتم. صبح شوهر من زخمی شدم، 2 تا تیر خوردم، یکی به پلو خورد یکی به پا خورد. خون ریزی نداشت. گفتم انشالله خوب میشه، سرباز برسید به ما که برو بالا. 89 نفر بالا قایق بالا کرد. ما تقریبا گفت که کی میتونه قایق ببره، یعنی خود قاچاقبر حتی با وجودی که خواهری هم بود کسی نبرد که پشت قایق بشینه و ما رو تا یونان ببره، چون میگفت اگه ما بریم ما رو میگیرن به یونان. موتور قایق خاموش شد و نگران شدیم که خدایا مبادا داخل از این دریا به این صورت نمونیم ولی قایق دوباره روشن نشه. خلاصه 3-4 دقیقه با قایق کلونگ بودن که این موتور از این روشن بشه. خلاصه روشن شده، باز 1-2 دقیقه دیگه رفتیم باز خاموش شد دیگه. هی دلهوره زیادتر میشه، بارش هم میباره، هوام تاریک شده. ما جزیره با چراغای راحت میدیدیم. 10 دقیقه مونده بود که ما برسیم به جزیره، برسیم که یونان میشد، جزیره یکی از جزیره‌های یونان، که لحظه خیلی 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 بد اتفاق افتاد. لحظه بود که بارش و طوفان و موج و اینا دست به دست هم داد که قایق ما چپه بشه. به این 12 دقیقه 8 نفر غرق شدن. 8 نفر غرق شدن و 19 نفر دیگه ما گارد ساحلی گرفت و ما سوار کشتی خود کرد. بپرسیدم که چه کار شده، گفتم هیچی. مگر یا آمبولانس آمده، داخل آمبولانس انتقال میدیم، اونا هم میبریم بیمارستان، اجازه نیه که شما خودی بریم. بابا شوهر میده من میرم بالا سری باشم، اشکال نداره، به حتی به چی خودی برام هر جا اردوگاه گفتم مگر بریم، گفتم به چی برام میبرم اردوگاه برم. من خود شوهر خو میرم، گفتم اجازه نمیدیم. ما رو بیاوردن به یک دشتی بود، زنگ زدم گفتم اردوگاه تعطیله دیگه. هم نفر خیلی آمد، اتوبوس‌ها زیاد شد، 3-4 تا اتوبوس آدم شد، تقریبا چیزی در حدود 200 نفر شده. گرم بود دست اینا سرد شده، این دفعه چشمای اینا سفید شد، از دهانی رو میاد. شوهر من میکشتن داخل آمبولانس که حرکت کنیم رو به طرف افغانستان. من نتونستم نگاه کنم، دلم نمی آمد. کسی که یک عمر قرار بود پیش ما باشه، بالا سر بچه ما باشه، جسدی بیارم پیش من. مطابق به کنوانسیون‌های بین‌المللی، مطابق به حقوق بین‌الملل و بالاخص همین کنوانسیون‌هایی که در رابطه به حقوق پناهندگان و حقوق مهاجرین تدوین شده،
تمام کشورهای دنیا مکلفند برای که بالاخص کشورهایی که هم مرز با کشورهای دیگرند در حوزه پناهندگی برای افراد آسیب دیده مکانهای آماده بسازند. اما در حوزه مهاجرت قوانین کشورها مکلف نگردانیده که حتمی باید برای کسانی که به عنوان مهاجر هستند به کشور از اینا برن، برای از اینا سرپناه بدن، برای از اینا کار بدن و برای از اینا امکانات و حتمی اینا رو بپذیرن. چرا که در اینجا دو تا بحث مطرح میشه، یک مهاجرت قانونیه، یک مهاجرت غیر قانونی. تشخیص بین مهاجر غیر قانونی و پناهنده وجود نداره. پناهنده کسیه که بر اساس همون شکلی که بیشتر گفتم بر اساس آشوب‌های داخلی خود بر اساس اینکه جان از به خطر مواجه مجبور میشه کشور خود ترک بکنه. اما تعداد زیادی از کسانی که به سرزمین‌های اروپایی میرن و سرزمین‌های آمریکایی میرن کسانی هستند که در کشور از اینا آشوب وجود نداره، تبعیض مشخصی که جان از اینا به خطر باشه وجود نداره، ولی اینا هم میگن که ما دوچار مشکلیم و مهاجر میشن. دارن کشورهایی که به عنوان کشورهای میزبان مهاجرین در اینجا میرن برخورد از اینا مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی اینه که اینا به عنوان مهاجرین غیرقانونی اند و مهاجرین غیرقانونی کشور میزبان میتونه بر اساس قوانین داخلی خود یا برای از اینا اقامت بده یا برای از اینا کار بده یا هم میتونه اینا به کشور اصلی از اینا پس دیپورت بکنه و بفرسته و جزء حقوق قانونی کشورهایی که مهاجرین غیرقانونی نپذیرن. خیلی 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 سخته. شاید هیچ کس نتونه تصور اون لحظه رو بکنه تا زمانی که تجربه نکنه. و من این میگم که هیچ وقت این رو تجربه نکنیم، چون خیلی راه سخته دیگه، کلا با جان خوب ازی میکنیم. فرزند من فعلا در سرزمین آلمان زندگی میکنه. هر لحظه که او یادم میاد بیمابا عشقم میریزه. اینجا که برسیدیم خوب بود. وقتی که اومدم سر مرز پرچم افغانستان دیدم، این کشور خود دیدم، خیلی خوشحال شد. زندگی از این تلختر نمیشه. خواهش میکنم دیگه بس کنیم نره. حالت به چی بر ببینی دیگه نره، زندگی خود خراب نکنه. چند دفعه شوهرم میگه بریم، میگه پاسپورت میگیرم، قاچاقی نه دیگه، میگه قاچاقی از اینجا تا کوچه اوبری هم دیگه قاچاقی شما رو نمیبرم، پاسپورت میگیرم. میگم نه دیگه کشور خودمانه، بذار هر چی که هسته خوبه یا بعد مال خودمانه. مهاجرت عبارت از کوچ کردن افراد که اینا در دو حوزه تقسیم میشه، مهاجرت داخلی و مهاجرت بیرون مرزی. که مهاجرت داخلی اینه که یک شخص از یک منطقه و منطقه دیگری میره که به لحاظ قانونی قانون داخلی هم جزء حقوق اساسی ازش شمرده میشه. اما مهاجرت دیگری هست که شخص به خاطر رفاهیت بیشتر، به خاطر آسایش بیشتر، به خاطر از اینکه اقتصاد قوی‌تری پیدا کنه، کار بیشتری پیدا کنه، بیرون از کشور به یک کشور دیگه مهاجرت میکنه. مدرک قانونی اینا ندارن، به محیطی که اونجا میرن محیطی که اصلا هیچ گونه به اونجا بلدیتی ندارن. قاچاقبر وعده و نویدهایی که به زینا میده اینا هیچ گونه اعتمادی به وعده و نویدهای قاچاقبر ندارن. از فامیل هم که به اینجا اینا اجازه میگیرن، چقدر اینا فرض مثال همین هزینه رو به دست میارن، چقدر با تشوشات روحی، اضطراب‌های روانی، هیجانات، گرفتاری‌ها، تعدیدها، زندانی‌ها، رد مرزها، هر کدام پس اینها مهاجرت‌های غیر قانونی برای کسانی که اینجا میرن. اینجا اکثر از اینا می‌بینید تمام هست و نصف زندگی خود به اینجا اینا رو میفروشن و بعداً مبلغ پول میشه که اینا با تحویل قاچاقبر میکنن، قاچاقبر میدن. پناهندگی چیزیه که اشخاص به دلیل آشوب‌هایی که در جامعه از اینا وجود داره، به دلیل تبعیضات
نژادی، تبعیضات قومی، تبعیضات زبانی و تبعیضات دینی مجبور میشن سرزمین خود ترک بکنن، یا به دلیل جنگ‌های داخلی حکومت نمیتونه حقوق اساسی از اینا رو حفظ بکنه و حکومت نمیتونه از اینا، از جان از اینا محافظت بکنه، حکومت نمیتونه از مال از اینا نگهداری بکنه. اینا مجبور میشن که از کشور خود فرار بکنن و به یک کشور دیگه پناهنده بشن. پدر و مادر میگه تو خو علاقمند بودی، تو که بسیار مشتاق بودی، تو که هر دقیقه و هر لحظه ما کی علاقمند بودیم که شما بری از اینجا کار زندگی همینجا میتونستی تحصیل بکنی، درس خود بخونی، شب به خانه میامدی، همه اعضای فامیل به کنار همدیگر بودین، از اول همدیگر با خبر بودیم. روی از این اساس تاثیرات بالمقابل همینطور تاثیرات منفی به اعضای خانه میگذاره، خصوصا برای پدر و علل خصوص برای مادرانی که با چی زحمات یک نوجوان به دوره نوجوانی میرسونن. همینطور یکی یکی کشورها رد کردیم، کرواسی و دیگه اینا رد کردیم تا رسیدیم اتریش. اتریش اولین جایی بود که ما رو روز حرکت دادن. روز حرکت دادن، مردم هم مثل یک چهره تحقیرآمیز به ما نگاه میکردن که انگار که ایت آدمایی رو دفعه اول میبینن. برای مهم نبود دوباره رسیدن به اروپا، مهم بود که دوباره زندگی خود به دست آوردم، غرق نشدم. خب یک شرایطی بود که همه اونجا نمیشد که ما به خانواده ها روم نمیشد که به خانواده خود زنگ زدم بگم شرایط ما خرابه. به یک از دوستامم که به سوئیس بود، علیرضا، به او همیشه تماس میگرفتم، میگفتم شرایط تو چجوری؟ شرایط او هم از ما بدتر بود که به سوئیس و آلمان هیچ فرقی نداشت، شرایط همه یکی بود. لحظه که رسیدم به کابل خیلی حس جالبی داشتم، یعنی هیچ وقت فکر نمی‌کردم دوباره برگردم و ببینم دوباره. فکر نکنین که آلمان جای خوبی برای شما، هیچ کشور اروپایی جای خوبی برای ما افغان ها نیست. بهترین جا اینجا کسی هست که فامیلا هم دیگر رو میشناسن، به اونجا همون فامیلایی هم که زندگی میکنن به کسی که اونجا مهاجره او نمیشناسن، به خاطر که شرایط کاری یک جوریه که اونها اکثر دنبال کار زندگی کنن و به اهمیت نمیدن. خلاصه تمام علاقه که ما دارم به همین ایراد دیگه باشم و هیچ جای دنیا نرم و خیلی جای خوبیه و تمام احترامی که برای ما قائلن همینجا هسته. من خودم به عنوان یک پدر که به حساب سخت آرزومند از سیازی هستم که فرزندم به کنار ما باشه و از مهاجرت و اینها و خودم سخت متأثرم، سخت ناراحتم و سخت بی‌حرف به حساب متوجه هستم که به شکل از اشکال به نوع از آنها و قسمی از اقسام این مسائل حل شه که بتونه واقعا کشور ما یک امنیت و آرامش نسبی داشته باشه که بتونم یک فرزند را برای وطن خو، برای محیط خو بستر خدمات ارزنده سازنده بشن. تأثیرات منفی که بر روی اعضای خانواده که به اینجا هستن، مثلا نوجوانی بوده، بسیاری نوجوانا بوده مثلا 16 17 18 اینا از مادر جدا شدن، از پدر جدا شدن، از خواهر جدا شدن، از محیط گرم محبت پدری و مادری و اونس محبت جدا شدن. طبیعتا تأثیرات بسیار ناگواری به سر اعضای فامیل میگذاره. یک نوع تعارض پدر و مادر اعضای فامیل به یک نوع تعارض قرار میگیرن و او تعارض جاذب دافع. اکثریت هموطنان ما که تصمیم هجرت میکنن میخوان مهاجر بشن، مسائل فقر و بیکاری هست. بدبختانه با مسائل درگیری هایی که جنگ ناخواسته که عملا سالهاست دامنگیر ملت ما شده، تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما کشور را ترک کردن. معمولا تبلیغات وقتی صورت میگیره در یک جا در یک کشور، بیشتر جنبه منفی از این بیشتر منعکس میشه وقتی یک موضوع میخواید صحبت بشه، یک مطلب میخواید بالا بشه. خب کسایی هم که سوء استفاده از موضوعات تبلیغاتی میکنن، این برازنده تر میکنن موضوعات را، حادتر و داغتر میکنن. خب اینجا هست که مردم ما بیشتر جنبه های منفی رو بیشتر فکر میکنن و نمینه که دوچار شد که متاسفانه ما و شما دیدیم خیلی از جوانان ما اینا افغانستان را ترک کردن و به طرف کشورهای اروپایی و یا کشورهای همجوار ما مهاجر شدن. حالا بعضا اگر جنبه قانونی برای خود گرفت مهاجرت از اینا و اکثریت از اینا متاسفانه جنبه غیر قانونی داشت. دولت باید
پروژه های زیربنایی تأسیس بکنه. دولت باید کار ایجاد بکنه برای شهروندان افغانستان و دولت باید این بستر ایجاد بکنه که شهروندان افغانستان مشغول به کار بشن، مشغول به معیشت زندگی بشن. دولت بتونه کارخانه های بزرگ تأسیس بکنه، زیربناها تأسیس بکنه تا مردم دلگرمی ایجاد بشه برای از اینا تا در کشور خود خوبقی بونن و بدانن که به عنوان یک شهروند در جامعه خود میتونن زندگی کنن. در بحث ایجاد سهولت ها برای عودت کنندگان که از بیرون از افغانستان داخل کشور میشن، به اساس پالیسی وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان و در کل سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ما در هر ولایت شرک های داریم که مختص برای هموطنان عودت کننده ما هست. وقتی که او داخل افغانستان میشن از مرز اسلام قلا و نماینده های یا پارتنرهای یونیسا در اینجا همیشه حضور دارن و بعد از راهنمایی و همچنین کمک های اولیه صحی خصوصا واکسینیشن برای اطفال یا خانم ها اگر باشه و بعد از واکسین کردن و راهنمایی میکنن به طرف هرات. اگر ما بگیم در مجموع مؤسسات غیر دولتی چی ملی باشه و چی بین المللی، به شکل از اشکال خدمات از اینا متوجه مهاجرین میشه، یعنی در مجموع متوجه مهاجرین میشه. و اما ما شاهد از این هستیم که یک عده از NGO ها یا مؤسسات به شکل مشخص‌تر به سر از این مسئله کار میکنن. مؤسسه هلپ اساساً به منظور کمک برای مهاجرین افغان در سال 1981 تأسیس شده. بعد از اینکه مهاجرین وارد برنامه مؤسسه هلپ میشن، در برنامه‌های آموزش فن حرفه با مدت 6 ماه آموزش میبینن. این آموزش‌ها مبتنی بر استانداردهای برنامه ملی انکشاف مهارت‌ها و وزارت محترم کار و امور اجتماعی، IOM، یونیسیار، UN اوچا که خود از یک نهاد هماهنگ کننده خدمات بشری خود ملل متحد هست، UNDP، اینا کار میکنن و از دفاتر مؤسسات NGO که ما میتونیم نام ببریم مانند DRC، NRC، اینا هم نهادهای بسیار فعال هستند که برای مهاجرین کار میکنن خود از اینا و به شکلی از اشکال مصروف خدمت رسانی برای مهاجرین ما هستن. 70% از این آموزش‌ها به صورت عملی انجام میشه و 30% از اینا به صورت تئوری و این آموزش‌ها در مراکز آموزش فن حرفه مخصوص برای آموزش فن حرفه فراهم میشه و ایجاد میشه. و بر علاوه ای که مستفیدین این آموزش فن حرفه میبینن، آموزش تجارت کوچک و نحو چگونگی ایجاد یک کوپراتیو و نحوه برخورد با مشتری و از این قبیل موضوعات را هم یاد میگیرن تا ای که بتانن راحت‌تر وارد بازار کار بشن. و کمک اولی که بیا میشه یک کمک نقدی است که امسال این کمک نقدی به هر نفر از یا به $400 رسیده تا که یا به صرفه خود استاد میشن و یا کمک میشه. یعنی به این صورت به هر فامیلی که 5 عضو داشته باشه $2000 و اگه 6 تا داشته باشه به اون ترتیب بالا میره. ما در شرک امکانات رفاهی خوبی را داریم که من جمله میتونم از یک مرکز پروسس میوجات که توسط بانوان مدیریت میشه یاد بکنم خدمت شما. مکتب لیسه‌ای داریم که از صنف اول الی صنف 12 عملا شاگردان حضور دارن. ما در اونجا یک باغ زنانه داریم به مساحت 10 جریب زمین و سیستم آبرسانی بسیار منظم برق داریم در اونجا. سیستم آبرسانی ما توسط سولارها اداره میشه و یعنی سیستم سولار هست. در تمام سایه شهرک ما آب و برق وجود داره و امکانات رفاهی خوبی در اونجا مساعد هست برای هموطنان ما و ما یک نمره زمین در بدل 4500 افغانی برای هموطنان عودت کننده خود توزیع میکنیم. در هرات ما یک ترانزیت سنتر یا ترانزیت کمپ یا کمپ عبوری داریم که در گازرگاه واقع است و ما به نام گازرگاه ترانزیت سنتر میگیم و به اونجی جای بود و باش وجود داره. کسایی که خصوص از ولایت باشه اونجی میمونن و بعضی فسیلیتی و امکانات در اونجا هست، خصوصا جای بود و باش.
ببینید شما اکثرا کارگرای عادی که ما امروز در شرک صنعتی هرات مصرف کار هستند یا کارگرای هستند که در گذشته به کشورهای همسایه مصرف کار بودن، به مجرد ای که آمدن به افغانستان و ظرفیت جذب ازیا در شرک صنعتی هرات و سایر فابریکاتی که بیرون از شرک صنعتی هرات فعالیت میکنن ظرفیت جذب ازیا مساعد بوده و جذب کار شدن. طبیعتا هر جوان و یا هر افغانی که خارج از افغانستان فعالیت میکنه و توانمندی در یک بخشی از کارهای تولیدی داشته باشه، مطمئناً که او جذب فابریکات میشه و شرایط کار با او مساعد هست. هزینه رفت آمد به مرکز هم دریافت میکنن مستفیدین و جعبه مواد غذایی که از طرف مؤسسه WFP فراهم میشه او هم دریافت میکنن و در نهایت بعد از فراغت یک جعبه ابزار کاری هم که مرتبط به حرفه اینا هست دریافت میکنن و در اخیر هم یک تصدیقنامه دریافت میکنن که توسط وزارت محترم کار امور اجتماعی و ریاست های محترم کار امور اجتماعی در ولایت های هرات و بامیان و مؤسسه هلپ تصدیق شده است. با تعداد 230 فابریکی که فعلا در شرک صنعتی هرات فعالیت میکنه، حدوداً 13 تا 15 هزار کارگر و کارمند در اینجا مصروف کار هست که حدوداً 25% از این خانم‌ها تشکیل میده. و طبیعتاً وقتی که یک فابریکه جدیداً به فعالیت اقدام میکنه و شروع میکنه، تعداد کارگر و کارمند مصروف کار میسازه. ما در کل میتونیم بگیم که سالانه ما بین یک تا 1.5 هزار کارگر و کارمند ما در شرک صنعتی هرات مصروف کار میسازیم. لفظ مهاجرت تبعات در یک اقتصاد یک جامعه وارد میکنه، به خاطر که نیروی انسانی و یا جمعیت در یک نگاه یکی از عوامل تأثیرگذار بالای رشد اقتصادی جامعه. اولین کاری که دولت افغانستان باید بکنه اینه که در امنیت مردم افغانستان کوشا باشه. شهروندان افغانستان باید این وضعیت روانی ایجاد برای از اینا به وجود بیایه که به عنوان یک شهروند، به عنوان یک طبیعی از این سرزمین امنیت خود داشته باشن و دولت امنیت از اینا تضمین بکنه. به هر پیمانه‌ای که این جمعیت به حیث نیروی خلاقه تبدیل شه و به نیرو تبدیل شه، میتونه کارسازتر باشه و میتونه تأثیرات بهتر و بیشتر بالای رشد اقتصادی و در نهایت انکشاف اقتصادی جامعه وارد بسازه. نیروهای فعال و کادرهای علمی و منابع بزرگ بشری افغانستان که سالهای سال از مالیات و از بیت المال افغانستان استفاده کردن، در مراکز تعلیمی و تحصیلی به صورت رایگان درس خواندن، امروز اینا اگر افغانستان ترک میکنه، بنابراین این کشور به شانه های کی باید آباد بشه؟ دولت به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشه از مهاجرت های غیر قانونی، ما خود ملزم میدانیم تا شرایط کار را برای هموطنان خود در داخل افغانستان فراهم بسازیم. وقتی که این نیروی کار و این جمعیت به صورت غیر قانونی به کشورهای بیگانه سفر میکنه، وقت تأثیرات از دو جهت منفیه. هم نیروی کار فرار کرده، هم عاید ازی واپس و عاید نیروی کار واپس به داخل کشور نماده و هم دولت از بابت مالیاتی که از کار از اونا باید میگرفت محروم میشه. وظیفه بزرگ اجتماعی است که در مجموع باید جامعه ما بسیج شوند برای جلوگیری از این روند. جمعیت، نفوس یک کشور عوامل اصلی سازنده یک کشور هستند. اینا با کار خود، با عاید خود و با سازندگی خود باعث میشن که یک کشور بسازند. اما ارق ملی در سرزمین ما متاسفانه دوچار بحرانه، دوچار مشکله و خیلی مردم اما حس وطن دوستی و حس همدیگر دوستی در بین جامعه ما محدوده. و دولت باید در عرصه فرهنگی و در عرصه ثقافت اجتماعی کار بکنه تا اینکه مردم
کشور خود دوست داشته باشن و ارق ملی داشته باشن و دل اینا به سرزمین از اونا بسوزه، با مردم خود زندگی بکنن. ما آرزومند از این هستیم که یک صلح پایدار، صلح با عزتی به کشور ما حاکم بشه و هموطنان عزیز ما که به نحوی از انواع کشور را ترک کردن مجددا به کشور برگردن و در قسمت آبادی، شکوفایی و تأمین امنیت کشور سهم برای زنده خود ادا بکنن.